آهای اهالی فینیتو، اکنون بنده به عنوان آبدارچی کدخدا آمده ام تا کارخانه بزرگ و گنده پنسازی فینیتو را افتتاح نمایمندی. کارخانه پهنسازی دیت چه سیغه‌ایه؟ اگر منظورت از کارخانه پهنسازی گاوه، این که دیه افتتاح نمیخواهد. ما همه در طویله هایمان کلی کارخانه پهنسازی داریمندی. برو مردکی مهانت، حالا که اینطوری است میروم یک کارخانه دیگر را افتتاح میکنم. اکنون بنده میخواهم پروژه لوکوموتیر خرها را افتتاح نمایانم. اوهوی ریس، خودت را خرگیر آورده ای یا ما را؟ این پروژه را که من قبلا افتتاح کرده بودم ای بابا، تو اینجا چه غلطی میکنی؟ آن موقع که تو افتتاح کردی اینها کره خر بودن، الان به اذن کدخدا خودشان خری شده اند. گوره پدر خودتان و افتتاحاتتان. این یکی دومه 4 تا خر را به هم بسته، اسمش را گذاشته پروژه لوکوموتیر. آن یکی هم میخواهد از ماست خرهای شلشل برای ما کره بگیرد. آی کدخدا، جان مادرت، این ریس مشنگ را از برق بکش. آن شلشل که طویله های نصف کاره قبلی را افتتاح کرده، حالا این هم آمده طویله های شلشل را افتتاح می کند. بدبختی کم داشتیم، این هم اضافه شده. کدخدا، اگر من افتتاح نکنم پس چه غلطی بکنم؟ خانه که نساختم، تورم را هم که بالا بردم، فقط یک افتتاح از من برمی آید این را هم نمیگذارن. من حالیم نیست، من باید افتتاح کنم. نفله، بیا این منقل من را افتتاح کن که بدجوری خمارم. بیا. آخ جون کدخدا، حالا نوبت اهالی است که قبر کدخدا رو افتتاح همی بکنندی.